سلام بچه ها، به آنباکس ما خوش اومدید. یک پک جود بیلینگام چمس گرفتیم. دوستان حسن یزدان. ببینید کلاب بایر مونیخ آوردم. اگر بازیکنی تو تیم بایر مونیخ بازی کنه، اگه اون بازیکن در بیاد که کارت نجات پیدا کنه، ولی اگه در نیاد جر میخوره. یا اگر کلاپی مثلا کلاپ دیگری باشه نجات پیدا کنه، ولی اگه نباشه ریسکی، بازم جر. خیلی ریسکی، خیلی ریسکی. این تو بریم بازش کنیم. من بازش کنم. یه بازش کن. خب برچسبش کیه؟ خب اشرف حکیمی و کارت پرام 4 ببین چه شانسی، چه شانسی. چون توی بایر مونیخ هست خیلی کارت خوبی داد. یه جود بلینگام بگیریم به نظرم. اگه لایک های این ویدیو به 30 تا برسه، کلاپ بایر مونیخ و پرام 4 لواندوفسکی را هدیه میده به سابسکرایبر. ممنون. منتظر ویدیو بعدی باشیم.